بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و همراهان ارجمند پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. خوشحالم که با این گزارش دیگه در خدمت شما عزیزان همراه هستم. به منزل یک شاعر مهربون و ارزشمند و گرانقدر اومدیم که هم پاکبان خیلی خوبیه، هم پدر خیلی خوبیه برای بچه‌هاش و همین که شاعر خیلی خوبیه و ما امشب به دعوت این عزیز بزرگوار به منزلش اومدیم و تا یک گپ و گفت صمیمانه و ادبی رو انشالله تقدیم حضورتون بکنیم و امیدوارم که ببینید و بپسندید. ما رو در این گزارش همراهی کنید. یک بخش کوتاهی رو میبینیم و مجددا برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. با ما همراه باشید. خب همونطور که میبینید در خدمت جناب آقای بهرام داودی هستیم از شاعران و پاکبانان خدمتگزار و خدوم شهرستان ایران شهر که سالهاست علاوه بر اینکه یک در کارش یک پاکبان و نیروی خاکی و موفق بوده، یک شاعر خیلی خوب هم هست. حالا ما همین مسئله بهانه شد که به منزل بهرام بیم و گفتگویی با بهرام داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی عزیزان و هموسانی ها، علاوه خصوص خدمت شما عزیزان. البته شاعر نیستم، خودم رو شاعر نمیدونم. به هر حال اون چیزی که ما رو قلم میاریم اسمشو میذاریم شعر، ولی در حد شاعران نیستیم. برام به ما بگو که چی شد که وارد دنیای شعر و ادبیات شدی و احساس کردی به شعر علاقه‌مند هستی؟ خدمت شما عرض شود که شعر ذاتاً یا اینجوری بگم موروثی تو خانواده ما هست. یعنی پدر بزرگم، پدر بابام شاعر بودن، دوتا از خواهرام شعر می نویسن، دخترم شعر می نویسه، پسرم شعر می نویسه و من از پنجم ابتدایی اولین شعرم و پنجم ابتدایی نوشتم که مورد استقبال قرار گرفت و معلم اون وقتم خیلی تشویقم کرد و این باعث شد که من شعر رو ادامه بدم. یه مدت کوتاهی یه وقفه افتاد دور نوشتن شعر که مجدداً باز افتخار میکنم اینجا جا داره بگم آشنایت من با گروه ادبی گلتاک باعث شد که من دوباره شعرمو شروع بکنم و به لطف خدا و معرفت و رفاقت دوستان باعث شد که من هولوش شاید بالغ بر 150 غزل داشته باشم و تعداد زیادی دو بیتی و اینو مدیون لطف شما دوستان هستم. این رو به ما بگید که شما به شغل شریف پاکبانی هم به اصطلاح در شهرداری و از نیروهای خدمتگزار مردم در شهرداری هستید و من شنیده بودم که شما گاهی وقتا در فضای کار هم این شاعرانگی های شما گل میکنه و به هر حال همیشه دیگه هر چی دم دستتون میاد. من دیدم جزوهای آقای داودی رو کارتون رو نمیدونم جلد لامپ نمیدونم جلد دستمال کاغذی هر چی دم دستتون میاد شما ظاهرا وقتی تراوشات ذهنیتون گل بکنه مینویسید. توضیح میدید در این مورد برای ما جریانش چیه؟ اول اینکه من از خونه میزنم بیرون یعنی همیشه کاغذ قلم همراه میبرم، مگر اینکه روزی بشه من یادم بره کاغذ و قلم همراهم نباشه، به شعر که بیاد به هر قیمت یک کاغذ پاره است یا مثلا یه تکه کارتون گیرم بیاد، حتی مونده رو دستم. بارها شده من از دستم از نوک انگشتا شروع کردم تا آخر دست من شعر اومدم خونه اونو پاک نویس کردم. بعد شعرم که خودتون میدونید، خودتون هم شاعر خوبی هستید، کتاب‌های زیادی دارید. بعد شعر اینه که خودش به سراغ آدم میاد، یعنی اون لحظه به سراغ آدم میاد دیگه، آدم یه حسی که اونو باید بنویسه. خیلی خوبه. بعد مخاطب شعراتون بیشتر دیگه زمینه شعراتون در اون مایش عشق و عرفان و این مسائل و یکی از اون شخصیت‌ها و شاعرای خانواده دوست هم هستن که هم خودشون و هم دخترتون مبین خانم هم به هر حال دستی در شعر و ادبیات داره. در این مورد برای ما توضیح بدید. از اون شعرهای من بیشتر عاشقانه است. بعد تخلصی که من برای خودم انتخاب کردم بهرام که اسم خودمه، یعنی اسمی که از کوچیکی داشتم، همه دوستان و آشنایی که ما داریم همه منو به اسم بهرام میشناسن و از صبور رو که کنار بهرام به صبور گذاشتم صبور خانمه. اینو میتونم بگم و اعتراف کنم اینجا که واقعا بیشترین مخاطب شعرم خانمم بوده و ایشون هم خواهد بود. خیلی هم خوب.
بیشترین مخاطب شعرهای بهرام خانم و خانواده‌اش هستن و این خیلی خوبه که بتونید احساسات خودتون رو با زبان شعر به همسرتون منتقل بکنید، به خانواده‌تون منتقل کنید. این یک نکته مثبت هست و ما بابت این به شما تبریک میگیم. دوستان میبینن دیگه این همه انبوهی از کاغذ پاره هایی که اینها میطلبید، فکر میکنم نیاز بود به هر حال یه برنامه‌ای بهرام میچید و اینها چاپ میشد. از حمایت هایی که شده یا نشده برای ما رو به دوربین بگید و چه انتظاری از مسئولین دارید؟ به هر حال اگر خودم شاعر بودم دغدغه هر شاعر به هر حال اولین چیزش اینه که چاپ کتابش باشه. من الان شعرام تو دستم هست، آماده هست، ولی متاسفانه از هیچ جا و از هیچ کانالی من ساپورت نشدم و حمایت نشدم. این که اگر میشد حداقل به هر حال یک کتاب از خودم چاپ میکردم، حداقل خستگی آدم به هر حال در میرفت. متوجه؟ اگر سر را کنم قربان هزاران بار قربانت، اگر سر را کنم قربان هزاران بار قربانت، کشم با خون دل دستی بر آن پهنای زلفانت. پر پرواز میخواهم به شوق دیدنت هر بار، کبوتر میشوم جلدت نشینم طاق ایوانت. اگر با گوشه چشمت اشارت میکنی ما را، شوم یک لحظه مهمانت به بوی عطر دامانت. چه زیبا لحظه اینک که سر دارم به بالینت، بگستر بر سرم اکنون همان موی پریشانت. انارین غنچه لب را به جز این نیست معنایی، انار سرخگون داری به آن دشت تمندانت. بهارم بودی و رفتی و من در سوز سرمایم، که تا دستم رسد آخر به آن گرمی دستانت. بخند اکنون، بخند اکنون که دنیا را به انگشتم بچرخانم، بریز اکنون به کام من همان قند فراوانت. همه دنیا برای تو، سر و جانم فدای تو، بیا تا سر برم دل را هم اکنون پیش چشمانت. اگر حرف نگفته‌ای برام هست به عنوان حرف پایانی رو به دوربین پایگاه اطلاع رسانی میارجل ما میشنویم به عنوان حرف آخرتون. من در آخر گفته هام فقط یه تشکر ویژه دارم از شما دوستان عزیز و به خصوص شما جناب آقای جوازی و مدیریت و ریاست و حضور شما همه کاره انجمن ادبی گلتاک که تلنگر بزرگی در زندگی من ایجاد کرد و من خودم رو مدیون لطف شما میدونم و بسیار از شما ممنونم. انشالله اگر واقعا این شعرهایی که الان اینجا هستن اینا رو من از موقعی که با انجمن ادبی گلتاک آشنا شدم نوشتم. یعنی اگر آشنا نمی شدم و لطف شما، حمایت های شما و لحظه هایی که ما به شما احتیاج داشتیم کنار ما بودید نبود، باور کن شاید من این اشعار رو الان نداشتم. من از شما ممنونم. خواهش میکنم. بهرام هر چی گفت حالا لطف داشته، زحمت و تلاش خودش بوده. من و مجموعه گلتا انجمن ادبی گلتاک هم به عنوان نوکر و خدمتگزار همه شاعرای منطقه به هر حال داریم انجام وظیفه میکنیم و هر آنچه که شما احساس میکنید ما انجام دادیم، یقین بدونید چیزی جز وظیفه ما نبوده و ما همین که میبینیم به هر حال دوستان در شعر و ادبیات رشد میکنن و به جایگاه خوبی میرسن باعث خوشحالی ما هستش. امیدواریم که در آینده این ویروس کرونا هم هر چه سریعتر از شرش راحت بشیم و دلمون هم برای پنجشنبه های ادبی انجمن ادبی گلتاک خیلی تنگ شده و امیدواریم که خیلی زود بتونیم جلسات و نشستای بودیم که کی پنجشنبه میشه و بازار پنجشنبه انجمن و اون انشالله که به اون روزای خوش برمیگردیم با امید. انشالله. ما ممنونیم از شما. دست گل شما عزیزان همراه هم درد نکنه که ما رو در این گزارش همراهی کردید. شنیدیم صحبت‌های بهرام صبور شاعر بلوچی رو که هم برای ما شعر خوند و هم از مشکلات و دغدغه‌های خودش برای ما گفت. امیدواریم که از دیدن این گزارش نهایت استفاده رو برده باشید و هر جا که هستید صحیح و سلامت و تندرست باشید. بدرود.